سلام و درود دوستان عزیزان و بینندگان گرامی. امیدوارم که همه کس خوب و صحت و سربلند باشید. پیش از آن که من صحبت شروع کنم یک چند گفتنی ها دارم با حکومت رحمانوف. حکومت رحمانوف شما از چی میترسید؟ سالهای 92 میگفته از مخالفین مردم ترس میدادید و امروز شما از مخالفین نه بلکه از یک بیماری کوچک، از یک وبای عصر میترسید. و سر صداهایی هم دیدیم که در تاجیکستان گویا که 3-4 کس مرده است و شما چیکار کرده؟ اینها را گرفته یک تشه کسل قند، یک تشه کسل سیل، یک تشه نمیدونم هر بافته و ساخته که کرده شما کرده. و امروز زمان رسیده است که باید شما به مردم آشکار بگیم، مردم فریب نکنید، چون که فرزندهای ما در اونجا، پدر مادر و نزدیکا و دوستان ما در اونجا، ما نمیخواهیم که نزدیکان ما در خطر باشند. و مادامی که این بیماری هست در تاجیکستان باید شما چیکار کنه؟ اعلام کنه که خیر در جامعه ما، در تاجیکستان ما این بیماری وجود دارد. و اون نفره که دیروز پریروز شادمان رجب و دیدیم که در شبکه‌های اینترنتی چرخ میزد و جنازه اون نفر در غیبش یعنی مردم خواندن. وقتی که مردم به جنازه اون نفر رفتن، اون نفر علاکه تیخا کنن و فرزند اون نفر و اویله اون نفر شما گرفته به کرانتین. سبب در چی بود؟ مادامی که در تاجیکستان کرانتین نباشه، اون نفر از بیماری قلب یا که از سیل، از دیگر کسلایی که شما نمبر میکنید، از اون کسلها که از دنیا گذشته باشد، پس چی؟ پس سوال مطرح به میان میآید که پس فرزند او را، اویله او را برای چی که شما گرفتین کراتین کردین؟ یعنی که مادامی که در تاجیکستان این بیماری، این وبای عصر وجود ندارد. سبب در چی است؟ و فرزند اون نفر دیروز برآورده در شبکه فیسبوک نشر کرده که اون نفر هم بیچاره در یک مصیبت شیشتگیه و اون نفر در نزد دوربین امنیتی یتیموف یا رحمانوف یا که رحیم زاده مانده و چیکار کرده؟ یک چند دقیقه نوار که گویا که اون نفر خودش پدرش گورو چوب کرده است. و دیگه بس کنه این دروغ ها و مکر خیلیاتون. امروز زمان رسیده است که این مردم باید شما نجات بدین، نه که این مردم شما به تعلقه انداختین. علاکه شما اون نفر را کراتین گرفته، علاکه با قول خطو، با اصطلاح خطو پانیکشی، یعنی مادامی که کرونا ویروس در تاجیکستان وجود نداشته باشد، پس شما چرا فرزندای اون نفر را گرفته با کرانتین محکم کرده؟ سبب در چی است؟ چون که شما نمیخواهید که به مردم حقیقت را بگویید. و دیگر نمیخواهم که صحبت طولانی کنم. باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.